تغییراتی که در روند امتحانات پیش اومده توصیه میکنم که حتما از کلاس‌ها استفاده بکنم. با تقدیم ادب و احترام خدمت همکاران عزیزی که در مسیر امتحانات دندانپزشکی هستند. من خودم شخصا با توجه به شناختی که از دکتر آشوری از زمان دانشجویشون داشتم که ایشون بسیار دقیق، پیگیر و پرتلاش بودن، کلاس‌های دنتالیست رو انتخاب کردم. یکی از مزیت‌های این کلاس‌ها این هستش که با توجه به اینکه تقریباً به صورت خصوصی برگزار میشه، امکان تعامل بیشتر و رفع اشکال همکاران وجود داره و در واقع نکاتی رو که NDB مد نظر داره رو برای ما کاملاً باز میکنن. و با توجه به هنر تدریس دکتر آشوری این کلاس‌ها جو بسیار مثبت و خوبی رو داره و کلاً همه همکاران در دنتالیست سعی میکنن که با تمام وجود ما رو از سد این امتحانات عبور بدن. فقط یک مؤسسه آموزشی نیستش، مثل خانواده شما میمونه و قدم قدم شما میبره به سمت قبول شدن اون امتحان. سلام، به نظرم مهمترین نقطه قوت دنتالیست اون حمایت همیشگی دکتر آشوریه که همیشه ساپورتیو هستن. یعنی هر لحظه که شما نیاز داشته باشین که صحبت کنین با اینستراکتورتون، دکتر آشوری همیشه هستن و خیلی سریع جواب میدن. خیلی به نظر نکته مهمیه. و اینکه خب شیوه تدریسشون یه جور خاصیه، همیشه مثالای عینی میزنن برای اینکه بتونیم بهتر یاد بگیریم. خصوصا یه درسی مثل اورژانس یا پاتو یا فارما، مثالایی که میزنن باعث میشه که شما بیشتر تو ذهنتون بمونه و زمان امتحان انگاری که دکتر آشوری صداشون همیشه باهاتونه. به خاطره بخوام بگم، اون خاطری بودش که من دقیقا شب قبل امتحان AFK دخترم مریض بود شدید و خب دکتر آشوری تقریبا من نجات دادن، چون من واقعا فکر می‌کردم دیگه قبول نمیشم، ولی خب باز صحبت‌های ایشون، راهنمایی که کردن باعث شد که من بتونم خودم رو جمع بکنم و بتونم امتحان رو پاس بکنم. و خب خاطره که خیلی زیاده از مثالایی که سر کلاس میزنن که هنوز هم من یادم بیاد مثالا رو و درس‌ها اینجوری یادم میمونه. باعث شده که اون مثالایی که سر کلاس میزنن باعث بشه که درس‌ها عینی بشه و تو زندگی روزمره بتونم ازشون استفاده بکنم. دنتالیست رو پیشنهاد میکنم برای اینکه به نظر مثل خانواده میمونه و اینکه فقط یک مؤسسه آموزشی نیستش، مثل خانواده شما میمونه و قدم قدم شما میبره به سمت قبول شدن اون امتحان. خیلی اتفاق خوبی بود من با دنتالیست آشنا شدم در مسیر مدل سازی و خیلی چیزاشون یاد گرفتم و خب تونستم امتحانم پاس بکنم. فقط میتونم بگم موقع خواب در دسترس نیستن، وگرنه تو طول روز شما هر موقع که در واقع به ایشون پیام بدین ایشون جواب میدن. خب امیدوارم که همگی خوب باشین و با موفقیت این مسیر بسیار طاقت فرسا رو طی کنین. نقطه قوت دنتالیست و دکتر آشوری به نظر من مهمترینش اینه که ایشون فقط میتونم بگم موقع خواب در دسترس نیستن، وگرنه تو طول روز شما هر موقع که در واقع به ایشون پیام بدین، حالا چه شخصی چه توی گروه، ایشون جواب میدن. من فکر میکنم کمتر در واقع مؤسسه هست که هدش این حد با بچه ها صمیمی باشه، خوب باشه و هر سوالی داشته باشن قشنگ با 3 ساعت بیاد جواب بده. این خیلی نقطه قوت به نظر من مهمی هست. من به خاطر حالا شرایطی که داشتم خیلی دیر رسیدم به کلاس و ایشون خیلی خوب من وارد این مسیر کردن، منو هندل کردن و من که خیلی راضی بودم. از سر کلاس هم که بهتون نگم، خیلی خیلی خاطرهای خوب، مخصوصا واسه درسای پاتو و فارما که خودش چغره و درسای خیلی بدی هستن. ایشون با مثالا و خاطرهای خوبی که دارن مطالب رو در واقع یه جوری میگن که جا بیفته و این به نظر من خیلی مهمه که در واقع اینستراکتور قدرت کلامش خیلی خوب باشه. من به شدت پیشنهاد میکنم دنتالیست رو، به شدت در واقع توصیه میکنم و حتما با تیم دنتالیست و دکتر آشوری همراه باشین و مطمئنم این مسیر رو خیلی خیلی راحت به پایان میرسونید. جزوات دنتالیست تمامی رفرنس های مد نظر NDB رو کامل تحت پوشش قرار میده و بروز هستن.
سلام، من امتحانات AFK و ACJ رو با گروه خوب دنتالیست پاس کردم. جزوات دنتالیست تمامی رفرنس های مد نظر NDV رو کامل تحت پوشش قرار میده و بروز هستن و به نظرم نقطه قوتی که باعث میشه این گروه از بقیه متمایز بشن اون شیوه تدریس خوب دکتر آشوری هست که تمامی مباحث و موضوعات مهم مثل فارماکولوژی، اورژانس، پاتولوژی که واقعا توی این امتحانات سرنوشت سازن رو طوری تدریس میکنن که با اون مثالها و توضیحات کاملا توی ذهن میمونه و سر جلسه امتحان واقعا بهتون کمک میکنه. توی این مسیر پر از چالش و پر از استرس امتحانات خیلی پیش میاد که انگیزه‌تون رو از دست بدین. یه روزا برای خود من پیش اومد که واقعا نمیدونستم که آینده چی میشه، این امتحانات رو قرار قبول بشم نشم و این استرس باعث میشه که انگیزه و روحیه‌مو از دست بدم. ولی ایشون با اون راهنمایی های درست و نکات درست و دلسوزانه‌ای که به من میکردن باعث میشد که من این مسیر رو بتونم ادامه بدم با انگیزه و روحیه‌مو نگه دارم. ایشون برای همه شاگرداشون با توجه به مشغله ها، روحیات و وضعیتی که دارن برنامه‌ریزی و پشتیبانی فرد به فرد دارم. من قطعاً دنتالیست رو به همه همکاران پیشنهاد میکنم چون نه تنها علم و دانش بروز و مورد نیاز این امتحانات رو دارن بلکه بسیار دلسوز، دقیق و پیگیرند. بعضی مطالب رو اینقدر با ما کار کردن که حافظه ذهنمون شد. ما امکان نداشت که ما اونا رو فراموش کنیم. دوستان سلام، امیدوارم خوب باشین. اول از همه که تشکر کنم بابت جزواتی که دکتر در اختیار ما گذاشتن. حجمشون بسیار مناسب بود و مطالب آپدیت شده بود. هر مطلب جدیدی که اضافه میشد اگر که در قالب مقاله یا چیز دیگه‌ای در حقیقت ایجاد میشد دکتر بلافاصله در اختیار ما قرار میدادن. این بسیار نکته مثبتی بود در این مرحله و در این کلاس ها. تسلط دکتر و سایر اساتید مطالبی که تدریس میکردن بسیار خوب بود، بسیار خوب بود. مارک هایی که در این مؤسسه از ما گرفته شد سوالای مشابه با امتحان داشت و بعضی مطالب رو اینقدر با ما کار کردن که حافظه ذهنمون شد و به هیچ عنوان امکان نداشت که ما اونا رو فراموش بکنیم. توصیه میکنم که اگر که داوطلب آزمون AFK هستیم میتونین از کلاس های دنتالیست و راهنمای دکتر آشوری نهایت استفاده رو ببرید و سایر اساتید که درس‌های مختلفی رو به ما دادن. تشکر میکنم ازشون. یکی از عوامل موفقیت من این کلاس ها بود و همچنین صمیمیت و دوستی که بین شرکت کنندگان در این کلاس وجود داشت. حس رقابت آنچنانی نداشتیم و همه به هم کمک میکردیم. من از اعتمادی که به آقای دکتر داشتم و حمایت‌های بی‌دریغشون تونستم این مسیر رو به راحتی پشت سر بذارم. سلام خدمت تمام همکاران عزیز. از دیدگاه من یکی از بزرگترین نقطه قوت‌های تیم دنتالیست این هستش که خود آقای دکتر آشوری و اساتید بزرگوار با مقاله‌های روز دنیا آپدیت بودن. این آپدیت رو به ما منتقل میدادن و باعث شد که ما بتونیم به راحتی از پس سوالات سخت NDV بر بیایم. یکی از نصیحت‌های آقای دکتر که واقعا به من کمک کرد که بتونم در این مسیر یه قدم محکم بردارم این بود که همیشه به من میگفتن اگه صحبت‌ها و راهنمایی‌های من رو گوش بدی بهت قول میدم که امتحان تو بتونی پاس کنی و من از اعتمادی که به آقای دکتر داشتم و حمایت‌های بی‌دریغشون تونستم این مسیر رو به راحتی پشت سر بذارم. به علت جو صمیمانه و دلسوزانه و سالم تیم دنتالیست به همه همکاران عزیزی که در این مسیر قدم گذاشتن تیم دنتالیست رو پیشنهاد میکنم